هفته گذشته 10 روز پیش والله عالم در شهر سنت پتربورگ بودیم. در نمی کوچه شهر رفته استیم، یک ماشین 09 گذشت تریزاش کشودگی همین گنبر موزیکا بلند موندگی حافظی داره. آن 9 سال میشوه اتای من رسیده اتای قربان نمیشتری خاک بلا خریده. بشه گفتم این توجیکه اینه ببینیم موزیکا را با تمام آواز موند است در شهر سنت پتربورگ، شهری روسیه که اونجا اکثری مردمش با اینتلیجنسیا همین مردمی با ادب با تمیزی روس همش در سنت پتربورگ های اون مردمی مسکو و دیگه جو فرق میکنن. این جونا مرگ ببینه گفتم من که ادب نشون میدن به مردم آیا چی عبرت بگیرن؟ خب همین مردمی روس آیا چی عبرت بگیرن؟ میگن بی تمیزن بی ادبن، اینا ویس کچکشو میگن صاحب دستم فروشیده است اینا یک از برای خدا اگر رفتار و کردار خوبی ما را ببینن همونا مویل میشون اسلام قبول میکنن. اما ما در جان خودمون هم جور میکنیم، در اسلام فایده و منفعت نمیاریم بلکه یک داغ میشه. افسوس صد افسوس. در سال گذشته در امریکا بودیم، خطی همین بابای حاجی بود یک دو برادری دیگه در شهری دالاس پایتخت تگزاس یک مکتب بردن. اون مکتبی میانه اسلامی ای صنف 1 تا 12 را درس میخونن. دخترها ای صنف 3 بالا همه سطر پوش، سطر حتمی بوده است، میخواهی نمیخواهی مادام که مکتب اسلامی است سطر بپوشی. هر سال برای هر یک طلبه پدرها $6,000 میدادند برای تعلیم یک ساله $6,000. مدیر مکتب یک برادر بود است گراجدانین امریکا و خودش اصلا از مردم فلسطین. خیلی صحبت کرد قدیمو، بعد برد بعضی صنفخانه ها را نشان میداد. ای جمله در یک صنفخانه دخترها داخل شدیم، باید دختره که گفت قرائت قرآن، درس قرآن. مکتب میونه ای درسای دنیوی را میخونن، فیزیکا و شیمی را و در برابر این درسای اسلامی را میخوندن. ختم کننده هاش حتما مینیمم 3 پاره قرآن باید از یاد بدونن. مینیمم 100 حدیث از امام بخاری را باید از یاد میدونستن. مینیمم کتاب طهارت صلات از فقه میسپارید. ببینید غیر درسای دنیوی شو. باید دختره که گفت که بخون، تخمین یک دختری 14-15 ساله بود تلاوت کرد با تجوید قرآن. بعد مدیر گفت که این نصرانی خریستیان که چخیل گفتیم خریستیان که در اینجا چی میکنه؟ چی در داره؟ سطر پوشیده است قرآن میخونه و چخیلی خریستیان که گفت که همسایه هاشو مسلمان ها بودیان دو اویله مسلمان. وقتی پدر و مادر اولی گفت یک خواهر دیگر هم داره یا صنف دیگر داره. وقتی پدر و مادرش مناسبت مسلمان ها را دیدیان، پدر و مادر فرزنداشون بچه جان، دختر جان، فرزندکو پدر و مادر پدر جان، مادر جان، خاله جان و عمه جان، همسایه ها را به همه به محبت به زبان شیرین چنان ذوق شو کرده است. همین امریکایی های خریستیان که گفتیان اولی همین کودکا را بریم در مکتب مونیم غیر فکیو دیگه یکون چیز دیگه یاد نمیگیرن، آوردیان در مکتب اسلامی موندیان. خشو به حال تو گفتم، با دل من اندیشه کردم اگر بیاین حال زار این مردمی ما را ببینن، این گپ کاری ما را ببینن، این دشنام حقارت های ما را ببینن، او فکیوی بود دستاوریز نمیشن. این رفتار و کردار ما قسم به خدا اگر ما حقیقتا مسلمانوار زندگی کنیم در کجای باشه، حقیقتا طبق فرموده خدا و پیغمبر زندگی کنیم، هم اسلام به یگان دعوا و به یگان جنگ جنجال خود به خود انتشار می‌یابد. اما افسوس و افسد افسوس کارای میکنیم، رفتارای میکنیم که نه به قرآن درست میآید نه به اسلام درست میآید. حضرت مولوی یک قصه آورده است در مثنوی شریف.
گبر در زمان بایزید گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی 100 نجات و سروری. یک آتش پرست میگه در زمانهای شیخ بایزید بستامی زندگی میکرده است و یه روزی هم ملا در خلی راه میخپش آخی خانه سوخته میگه عقل داری، فراست داری، بیمار داری که مسلمان شای تا خدای تعالی سعادت دنیا و آخرت برات بده، تو در راه زلالت گمراهی. گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید، من ندارم طاقت آن تا بی آن کانفوزون آمد زی کوشش های جان. گفت اگر ایمان اسلام، گفته ایمان اسلامی بایزید در نظر داشته باشی زوری من نمیرسه. و این شیخ هم میبینم شب تا صبح در عبادت خدای، همیشه روزدار، غیر ذکر خدا یگان کاری دیگر نمیکنه، یگان گپی دیگه در زبانش نیست. اره معذور بدار که زورم نمیرسه. باز ایمان خودگر ایمان شماست، نه بدو میل استم و نه مشتهاست. اما تو اگر اسلام گفته همین اسلام خطه در نظر داشته باشی، ای رنگ ختم بیزارم گفته از گفتارتم، از تو دروگوتر، ای تو شیطانتر، ای تو حیلگرتر هیچ که در این شهر نیست. تو بچی دعوت میکنی و تو مادام که مسلمانی به همون مسلمانی رفتار کن. اینم بایزید مسلمانی نکی اخی تو میگوی که مسلمان شو سعادت سروری بیاوی، همین رفتار و کرداری تو مسلمانی هی. در اسلام دروغ حرام نیست، در اسلام حق مردم خوردن حرام نیست، در اسلام غیبت کردن حرام نیست. و تو همین را میکنی، باز تو ما را دعوت میکنی. آن که 100 میلش سوی اسلام بود چون شما را دید آن فاتح شود. این همی رفتار و کردار شما ها را میبینم. میگه شخصی که حقیقتا میل محبت به اسلام داشته باشه دلش خنک میشود، دیگه میل نمیکنه، رغبت نمیکنه. اما در مقابل الحمدلله و المنه در همون شهر سن پتربورگ جوان مردایی را دیدیم، مسلمانایی را دیدیم، قسم به خدا حوصله میگیرم. تاجیکا یک مسجدی را به مزد $5000 در یک ماه اجارت گرفتیم. $5000 در یک ماه. مسجد کلان، مسجد جامع، نماز جمعه میخونند. ما در مسکو بودم که تلفنم کردم بچهای لنینگراد، گفتن دوملو بیا اینجا مسجد خدمانه، بیا نماز جمعه را بگذرون. خیستیم رفتیم حقیقتا مسجد، یک مسجد کاری کلان. 2.5 ساعت موعظه رفته است، بیرانا همه پر. الحمدلله در مسجدی بچه های ما چچنو میان نماز میخونن، اینگوشا، داغستانی ها، تترا میان نماز میخونن. گفتم باور کنه بچه ها، ما در چشنه بودیم، غیرت او مردم دیدیم، حواس خوردیم، تحسین شو گفتیم، غیرت شما غیرت چچنو را زورد است. در سنت پتربورگ چچنو مسجد ندارن، تاجیکو مسجد دارن. خشاب به حالتون، شیر بچه حقیقی شمایه. چچن اینگوش داغستانی به حد می اومده است در مسجد که بعد نماز جمعه اومدن گفتن که ما نمیفهمیم تاجیکی را، وای موعظه تاجیکی میشه چه خیلی کنیم. امام خطیب شو اعلان کرد، گفت پسلی صلات مغرب خطبه بودید پروسکی، بعد نماز شام گفت روسی میشه. ما گفتیم خیلی ممکن یک 5-6 کس جمع شود. باور کنه نیمی مسجد همون مردم. ای همین نماز شام که سر شد تا نماز بامداد سوال و جواب با عروسی نماز خفتن در ساعت 12 شب میشود. مردم میشینن، والله اینا در خانه خدا هستم، در ساعت 12 میشه مسجد پر، مردم خفتن بخونن. در ساعت 4:30 سحر بامداد میشود مسجد پر. اینا که چند ساعت خواب کردن، ایو مسجد تو هم کوارتیروش نمیرسن که خودش 1 ساعت شاید بروه، همین 1 ساعت 2 ساعت آیا خواب میکنن با بامداد خونی میآید. افسوس و صد افسوس در وطن خودمو میگن که ای برادرو بین شام و خفتن حدی اقل 1.5 ساعت باید فاصله باشه. 1 ساعت میشینیم و با جنجال و دعوا سر میشه. بچه‌مو معذوریم، ما بیماریم، دیگه خشمونه میتبه توقت میشیم. این مردکا را ببینه ساعت 12 میشه نماز خفتن میخونن. اون لنینگراد هم خیلی بده است.
دیر شو می شود. خشو به حال تو گفتیم در حق شو دعا دادیم که پروردگار نعمتون عزیز و ایتر بگردونه. الحمدلله او کورا میبینن اما روسا رو هم به وجد بیاین. چندین روس آوردن مردم لنینگراد مسلمان شدن. خیلی گفتیم این عمل شما را دیدن اخلاص کردن مسلمان شدن. این هدایت از جانب خدا است. از این خاطر بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و ما و شما را دعا تعلیم داد. اللهم انی اسألک الهدى و التقى و العفاف و الغنى. پروردگارا از تو طلب هدایت میکنم، از تو طلب تقوا میکنم، پرهیزگاری، از تو طلب عافیت و از تو طلب ثروت میکنم. ثروت دنیا نه، ثروت معنوی، ثروت دینی، ثروت قیامت، توشه آخرت که اون است نابود نمیشود، همیشه همراهت است. بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با صحابه ها مراجعت کرد، گفت اتدرون ما المفلس؟ شما میدونید که مفلس چی کس است؟ مفلس بانکروت. شما میدونید گفت که بانکروت چی کس است؟ گفتن یا رسول الله ما مفلس، گفته شخصی را میگیم که نه دینار داره نه درهم داره نه یگون متاع داره، مفلس همو کس است. گفت ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامه. مفلس گفت از امتی من کسی هست که فردا روز قیامت بیارنش و معه الصلاة و صیام و زکاه و الحج. نماز خونده است در دنیا، روزه گرفته است، زکات مالش داده است، حج خانه خدا را انجام داده است. و یأتی قد شتم هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. اما این جگر ریخته ظالم بده است، یک آدم دشنام حقارت کرده است، یک کس غیبت کرده است، یک کس لط و کوب کرده، مال یک کس به ناحق خورده است، یک کسی خونش ریزونده است. بعد همه آدم میان حق طلب میکنن. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. هر کدامش میان حق طلب میکنه. اوجا دیگه درهم و دینار نیست، حسنات از نمازت میگیرن، حسنات از روزت میگیرن، حسنات از زکاتت میگیرن. وقتی که حسنات تمام شد حال حق مردم ادا نشده، گناه های او را مینوس میکنن و در بالای سری تو میزنن. بعد گفت ای پاهاش کشان کشان میبرن در دوزخ میپرتوینش. مفلس در امت من انا میخیل بودم میگن مفلس حقیقی انا این شخص است. پس وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم غنا میگه غرض غنای معنوی است، قناعت است، نانی حلال است، طعام حلال است، زندگی حلال است. اول ببینه که هدایت پرسید، زیرا واقعا هدایت فقط خدا میتونه بکنه. هدایت ده نوع میشود، هدایت توفیقی و هدایت ارشادی. هدایت توفیقی آن است که خدای تعالی در قلب یک بنده محبت خود و محبت عبادت خود جا میکنه و او مردک نمازخوان میشود، اهل ذکر میشود. اگر خدای تعالی به کسی هدایت توفیقی نداده باشه، اگر تمام پیغمبران جمع شوند، چه جای واعظا تمام پیغمبرای خدا جمع شوند، او را هدایت کرده نمیتونه. مثال باریز و آشکارش ابو طالب است، اما که رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخصی که در جان پیغمبر بیچاره از خوردی کلانش کرد، از فرزندای خودش بالاش میگذاشت. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم بزرگ شد و وقتی که خدای تعالی مشرف به پیغمبریش کرد و دعوت شروع کرد، ابو طالب مثل سپر محافظتش کرد، نگذاشت که یک خاری در پشت بخله، نگذاشت که یک دشمن با چشم توهین و حقارت به اون نظر بدوزد. گرسنگی کشید، 2 سال کسی با اونست بیع شرا نکرده است با قومشون، همه را تحمل کرد، اما حبیب خدا را تسلیم نکرد، محافظت کرد. اما خدای تعالی از هدایت توفیقی که محرومش کرده بود، در وقت جان کندنش قصه در صحیح بخاری اومده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدش اومد، گفت امک جان، لا اله الا الله محمد رسول الله، من حجاب میشم، پرده میشم از آتش دوزخ.
ترا از آتش دوزخ نجات میده. خدای تعالی همه همین گناهات هم میبخشه. فقط همین لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل ملعون همراه عتبه ابن ربیعه در یک گوشه شیشتگی گفتن یا ابو طالب تو به گپی همین محمد دینی پدر تا ترک میکنی، دینی عبدالمطلب ترک میکنی. هر قدر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم التجاش کرد با اشک دیده گریان ای امک جان او تو میدونی که من دروغ نمیگم، در کار دنیا باره دروغ نگفتم، او تو خدا در قصیدهات این قدر مرا وصف تعریف کرده تا هم یک گپی برا در زمین نمون لا اله الا الله محمد رسول الله بگو که من تر از همین آتش جهنم بکشم ببرم. اما خدا که از هدایت محرومش کرده بود گفت علی ملت عبدالمطلب نعوذ بالله، من گفت در همون ملت عبدالمطلب باقیم و همین سخن کفر از دنیا رفت. انا که شما اندیشه کنی بچه فرد و روز قیامت خداوند سوال تو کنه که ای بنده من ابو طالبه که با جان محمد صلی الله علیه و سلم بیچاره بود با تمام قریش جنگید به خاطر پیغمبر، جان و مالش فدای پیغمبر کرد، همو را از هدایت محروم کردم و توی خاک پناه هدایتت کردم، مسلمان زاده تولد شدی، چی آوردی در این وضع؟ چیکار کردی؟ چی جواب میگفته باشی؟ سبحان الله، چی جواب میگیم؟ این هدایت والله ای همه بالا ای از همه بزرگتر ای. پس به قدرش برسه بچه های عزیز، شکرگزاری نعمت خدا را کنید. نعمت از این بزرگتر نمیشه. ببینید اکثر کلی مردم یپونیا، مردمی که اینقدر عقل دارن، اینقدر فراست دارن، اینقدر علم دنیوی دارن، ماشین یپونیا سوار میشه، مال یپونیا بهترینه، از هدایت خدای تعالی که محروم هستن در پیش یک سنگ میروند سجده میکنن. متاسفانه بعضش بدپرست، بعضش سگ پرست، بعضش ماهی پرست ای. اما ما را خدای تعالی هدایت کرده است هیچی خاک نداریم ایمان داریم، هیچی خاک نداریم لا اله الا الله محمد رسول الله داریم. پس به قدر این نعمت کی میرسیم؟ کی؟ حضرت مولوی قصه میکنه آن یهودی گبرک آتش پرست بحر عزم هین در کشتی نشست. یک زردشتی میگه از ایران به قصد سفر هندوستان خلیج فارس میره و در کشتی سوار میشه. سفر کشتی آسان‌تر است، سبکتر است. در ایران تا به حال گبرها زندگی میکنن. در شهر تهران پایتخت ایران یک محله است، محله گبرها میگن، زیاده از 10,000 آتش پرست زندگی میکنن، عبادت خانه دارن. ببینه اینقدر تنقید، اینقدر تهمته که اسلام میزنن که نعوذ بالله اسلام به ضرب شمشیر و به زوری پهن شده است، تا این حد دروغ میگن. ببینه تا به حال در ایران که دولت اسلامی است گبرها زندگی میکنن، پدر بابا و جد اجداد چون همش گبر بودن، همه اسلام قبول نکردن، کسی ایو را مجبور نکرده است. الحمدلله و المنه بابا و اجداد ما اختیارا اسلام قبول کردیان، کسی ایو را مجبور کردگی نیست. اگر که مجبور میکردن برای چی تو حالی را در ایران گبرها هستن؟ چرا؟ یکی از همون گبرها میگه به نیت سفر هندوستان میآید در کشتی سوار میشه. باد شرطه کرد گم راهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی در بحر طوفان میشه. بحر در تلویزیون با فکرم همه دیدگیه، کسی پیش ندیده باشه. در بحر بعضا طوفان ها میشه و که موجش تا 15-20 متر میخیزن، ای خانه نهتجه را بلندتر این موجش. وقتی که همون طوفان های کلان میشه کشتی های اقیانوسگر در همین عصر 20-21 ما در تلواسه میغلطن، بعضا غرق میشوند. اگه تصور کنه که در عصرهای میانه کشتی های میدهکی بادبانی بدن، بادبان قدی بدن، وقتی که خیلی طوفان میخیز عادتا کشتی هایی که در بحر بدن غرق میشیدن. ناخاصیت طوفان میخیزه میگه کشتی را فرا میگیره. گبر را نزدیک غرق آمد فراز، در تردد افتاد آن کارساز.
ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. وقتی که گبر دید که کشتی غرق میشوه، آدم از جانش که تنگی کرد به همه خداگو میشوه. همون خیلی وقتی کسل شدیم خداگو میشه، یا مشکلی به سرمون بیاد یک خداگویی از زبان دور نمیشوه. یک خونه سوخته در هم محله ما هسته، در همین روش هم 100 بار گفتمش. شخصی 62-63 ساله نماز نمیخونه، فرزندان نماز خون، نوسوها نماز خون، خدا که هدایتش نکرده است نماز نمیخونه. یا شو بچهش دویده اومد دوملو بیا که در سکرات غلطید است، پدرم چی دردی رسیده استش مرده است، بیا یاسین بخون. اومدیم چنان الله میگه، یک الله میگه از دهنش 100 الله دیگه میپره. توبه کردم ای خدا جانی، همین دفعه که نجاتم بده تمام دیگه همه را بس کردم. ای مسجد نمیبرم، نماز بس نمیگیرم. رودش در رودش پیچیده بوده، سکاری پامش گرفت بردش، چخیلش کردن، او را نمیدونه اپیراسیش کردن، چکارش کردن، جو با جو شد ساز شد. بعد هر حالی برمده است کو مسجد برم و کو نماز بخونم. ای بدبخت، او تو هوای نزدیکی گریه میکرده که پروردگار رو نجاتم بده تمام، دیگه ای مسجدی تو نمیبرم. هیچ کس را مجبور نمیگیره که ای مسجد نبرو. آخه بیا نماز خدا را بخون. خدا بگو ایزو نمیکشی میشود دادم وقتی مردد میشود، بعد دیگه دیر میشه فایدت نمیکنه. اما در همون وقتی تلوسه جنکنی هر کس از سوی همون دینی خودش میل میکنه. این بیچاره گبری زردشتی را چی تعلیمش دادیان؟ میگن همون الله مقدسه تو باید در پیشش سجده کنی. در همون حالت جانش تنگی داره، میگه ای آتش مقدس به فریادم برس. هر کسی بر ملت خود میتند اعتقاد خود کند، در وقت زوری هر کس به همون دینش بر میگرده. گبر در آب افتاد و دست پا چون وزغ میزد ولی دور از نجات. گبر عاقبت الامر در دوی آب غلطید، کشتی غرق شد. مرغاوی واری غوطه زد، دسته آخی در او بحری طوفانی از کجا خلاص میشه؟ میزدی فریاد که نوری سنی، قبله مقصود و معبود منی. چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. در روی آب فریاد داره که الو برای او من ترا عبادت میکردم که در همین روزی سختی دستگیری میکنی. این قدر من در پیش تو قربانی میکردم، این کمال صرف تو میکردم که در همین روزی سختی دست ما بگیری. غیری تو پشت پناهم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رست. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته. خنده اش آمد از آن آتش پرست. در پهلوش یک مریک مسلمان ملاح که بود از چقونی کرده، هم یک پاره تخته شکستگی کشتی را گرفته از بالاش دستوار شده. خودش جانش در تلواسه گپایی را میشنوه، خندهش میگیره. خنده اش آمد از آن آتش پرست، گفت او را ای زیباد عجب مست. آتشی که کرده ای او را پناه، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این شش در بدی، حالی او از حالی تو بدتر بدی. ای خاک در سرت میگه تو کی را پیرود کردستی؟ علاوه آخه جای تو در علاوه باشه احوالش احوالی تو را بد میشه. ای چیش دوری؟ خداوند تو را ای خاک خلقت کرده است، او تو را هلاکت میکنه، میکشت خاموشت نمیکنه. نه که آخه او اجلی همه علاوه علاوه بیاری فریاد میکنی که بیا ایدوری او خلاصم که. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. و رو درگور حالی هم عقل دادن اومده است. فقط انمو خالق آتش و خالق مردم و خالق پادشاه ها و گداها، فقط او به فریادت میرسه. دیر نشد است ایمان بیا رو درگور خدا بگو یا الله بگو که پروردگاری بزرگ نجاتت بده. پس این هدایت یک نعمتی هست که این با پول و مال دنیا خریده نمیشه. این متاع بازرگان نیست که برای در بازار بخریش.
خدا کسی را بتش خشا به حالش که نجات مییابه. اما کسی را از این هدایت خدای تعالی محروم کرد، وای به حالش که دیگه هیچی فایدهش نمیکنه. دیگه یک 5 دقیقه دیگه مونده است. راستی ما را برادر عزیزمون حاجی دولت شاه دعوت کرد و توی فرزندش ابوبکر جان که قومی ما هر وقت در شهر باشه در مسجد ما یا نمازش میخونه. برای کسایی مرا نمیشناسن، من دوملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد جمعه محله قزاقان شهر دوشنبه ام. اگر که شهر رفته بری در مسجد ما. خب این برادر ما دولت شاه این یاری کهنه و قدیمی ما از جوانیش من یاد دارم ما طلبه مکتب خان بودیم یا طالب علم بودم در آن محله قزاقان ما که الحمدلله خانه ای نبود، حجره ای نبود که یک چند طالب علم در اونجا زندگی نکنه. در اونجا سکونت داشت، درس میخوند، درس میداد، زمانای طالب علمیش در اونجا گذشته است. ولی الحمدلله همسایه مونه در هم نزدیکی است و در 5 وقت نماز در مسجد ما نماز میخونه. خشا به حالش که خدای تعالی فرزندای صالح سالیمش داده است. همین فرزند گپ تا گوش نکنه، بگوی بچه‌م بیا همین توی تا به موزیکا کنیم، بیا توی تا شرعی کنیم، یک مجلسی روانی کنیم. بعدگهر اگر گردن کشی کنه بگه نه من میفورم که زفرچه را بیارم، چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ این همین فرزند اگر سرکشی کنه پس همین نعمتی بزرگی باور کنی. این چی نعمتی بزرگی است که فرزند بگه که پدر جان من میخواهم که توی سنتی باشه، میخواهم که ارواح گذشته ها هم شاد شوند، میخواهم که ابتدای زندگیم اسلامی شود تا اینکه پروردگار از این نکاح فرزندای صالح سالم بده. بسیار نعمتی بزرگ است. وقت کم مونده است، وقت نماز شام هم شده است. در حق برادر دولت شاه دعا میکنیم که پروردگار از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانش باشه. خداوند فیض احسان و برکات در خاندانش توسط پای خدام این دخترک صالحه کیلنش وارد بسازه و پروردگار فرزنداش ابوبکر جان و عمر جان این امور را ببینه. الحمدلله ابوبکر عمر قسم به خدا دلت او میخوره. پروردگار این فرزندکا را از جمیع بلا و آفات نگهبان باشه و خداوند برای بابای دولت شاه نبیروهای صالح مثل فرزنداش عطا کنه تا اینکه نبیروهاش عمر عثمان علی نام کنه، 4 را بود کنه، کامل کنه در اویلش و پروردگار شه عروسی جوان از جمیع بلاها و آفتهای ارضی و سماوی نگهبان باشه. خداوند از دامانش و فرزندای صالح و نوری چشم، قاریای قرآن، عالمان با عمل، مجاهدین راه حق، خادمان شریعت غرای محمدی به دنیا بیاره و پروردگار این برادرای را که امروز در این مجلس در این مکان که مقدسترین مکان در روی زمین است، خانه خدا است، اگر چنده بسیار هوا بوغ است گرم است، در آب عرق متور شده ایم، اما به خاطر شنیدن کلام حق، سخن حق، پند اندرز حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم نشستند. پروردگار جمیع خشی های زندگی را برامون محیا گردان، جمیع مراد و مقصودامون حاصل ساز. خداوند او جوانایمون که هنوز زندار نشیدین از این نعمت بزرگ بی بهره هستند، پروردگار و صاحب زنهای صالحه گردان و خداوند او برادرایی را که آرزو دارن که توی فرزنداشون، توی نکاحی فرزنداشون مثل برادر ما دولت شاه گذرانن، پروردگار رو به این مراد و مقصود رسان. پروردگار رو توسط توی های نکاحی فرزندای صالح حلال زاده را در جامعه زیاد کن و فسق فساد حرام و زنا را از مملکت ما دور گردان و وقتی که این وطن پاک شد، جامعه پاک شد، فرزندان صالح سالم نمازخوان شدند، پس پروردگار را رزق روزیامون فراخ و وسع گردان تا محتاج دستنگری دولت‌های کفر نباشیم. پروردگار را ملک سرزمینمون آبادان بدار. خداوند و بلا و آفت‌ها را ای سرمان دور نگه دار، زیرا ما تا به توانی بلا و آفت‌های تر نداریم. پروردگار او برادرای مسلمان که از این سیل بلایی که به سرش اومده بود امروز عذاب میکشن، رنج میکشن، خداوند قبل از همه براش صبر جمیل ارزانی دار. او کسایی را که نزدیکای خود فرزندای خود تلف دادیان، پروردگار رو براش صبر جمیل ارزانی دار و خداوند آگاهش ساز
قلباشون شادان بساز که انشالله اون مؤمنایی که در آب غرق میشوند به شهادت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم شهید هستند، شهید حکمی هستند و انشالله خدای تعالی اگر خواسته باشه به حساب عذاب داخل جنت میگردند. و پروردگار رو در عوض او خانه هایی که سیل برد و در عوض او مال و متاع هایی که از دست دادن عوض براشون در دنیا و در آخرت عطا فرما. و خدای خداوند بلا و آفت ها را از سر مردم کولاب شهر که الحمدلله مکان دعوت است، مکان امر به معروف و نهی از منکر است، مکان عبادت است و از سر تمام مردم مسلمان این سرزمین و تمام مناطق کره زمین دور گردان. عاقبت کارمون به خیر انجام ده، ایمانمون به سلامت نگه دار و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. آمین یا رب العالمین.